خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ترکستان و دانشکده دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ترکستان رو با اجازت شما اتفاق بخشیدن. همه شما همکاسبان نزدین رو خیر مقدم بیان. خوب باید که در کیوس با همین دوره سال گذشته تعداد زنان در خدمت دولتی 21 نفر و جوانان 136 نفر افزوده است. در برابر این حال 5561 نفر خدمتچیان دولتی در منصب‌های رهبری کننده فعالیت می‌کنند. از این شماره 1109 نفر یا 20% زنان و 1273 نفر یا 22.8% جوانان تا 35 ساله می‌باشند. در هیئت رهبری کننده هم شماره زنان و جوانان در نیم ساله اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته رقم‌ها زیاد است. همچنین در نیم ساله یکم سال 2015 کارمندان اجنسی در 23 جلسه‌های کمیسیون اتسانی مقامات دولتی هم در مرکز و هم در محل اشتراک داشتند. در این دوره 1270 نفر خدمتچیان دولتی به اتستاسیا فرا گرفته شدند. طبق خلاصه‌های کمیسیون اتسانی 1078 نفر به منصب‌های اشغال نموده موافق دانسته شدند. خوب موافق ترتیب مقرر شده از این شماره 11 نفر به منصب‌های بالاتر 29 نفر برای داخل کردن به ذخیره کادرهای هیئت رهبری کننده و 10 نفر برای پیش از مهلت دادن رتبه‌های تخصصی توسعه گرفتند. همزمان طبق خلاصه‌های کمیسیون اتسانی 192 نفر به منصب اشغال نموده ناموافق به الگذاری کرده شدند، یعنی از اتستاسیا نگذشتند و از روی قانونگذاری از این شماره به 176 نفر برای تکمیل اختصاص و به 16 نفر برای گذراندن به منصب پست‌تر توسعه داده شد. همگی شماره خدمتچیان دولتی که در ساحه خدمت دولتی نفقه میگیرند زیاد نیست. تا دوره‌ای که همین معرکه آغاز شد کمتر از 500 نفر رو تشکیل میدهند و فکر کنید که 500 نفر در بین زیاده از 20,000 خدمتچی دولتی در وزن زیاد می‌باشند. اگر آمار باشد چقدر فرزندان منصبداران تاجیک امروز در مقامات دولتی کار می‌کنند؟ مسئله چقدر فرزند منصبداران موضوع شوق‌آور است. ما حتما می‌آموزیم و نزدیکی از ما سوال کردند که چقدر نمایندگان فلان منطقه در شهر دوشنبه فعالیت میکنند. ما حتما می‌آموزیم، چنین امکانیت‌ها داریم که وای مثلا مسئله شما برداشته رو آموزیم و نتیجه آن رو رسانه‌ای کنیم.